کابل باز هستند. همراه هستیم با مهمانان برنامه آقایان سید ذکرالله هاشمی آگاه مسائل سیاسی، آقای قاضی اسلام الله مسلم آگاه سیاسی اینجا در استودیو و آقای دکتر میرویس قیاسی آگاه روابط بین الملل هم که از طریق اسکایپ وصل هستند. عرض مهمان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. بسیار خوش آمدین مهمانان گرامی به بحث. اگر اجازه بدین ما با آقای قیاسی بحث را آغاز بکنم. آقای قیاسی سلام به شما، بسیار خوش آمدین به بحث. پاکستان ظاهرا ثبات در موضع‌گیریش در قبال افغانستان نداره. این بار وزیر خارجه این کشور گفته جهان باید از تعامل صبورانه در برابر حکومت سرپرست کار بگیره. در نشست شانگهای هم نخست وزیری این کشور گفت که جامعه بین المللی باید به طور دوامدار و معنادار با طالبان وارد تعامل شوند. فکر میکنین که شنیده شود این صداها و ترغیب شود جامعه بین الملل برای تعامل بیشتر با حکومت سرپرست؟ با عرض سلام با شما بینندگان عزیز و گرامیتان و مهمانان گرامی. ممنون. پاکستان هم در سیاست داخلیش هم در سیاست بیرونیش یک کشوری سه قطبی است. حکومت پاکستان است، حکومت ملکی پاکستان می باشد، نظامیان پاکستان و استخبارات پاکستان می باشد و قدرت تکوینی ایالتی پاکستان می باشد. بله. اینها در سیاست‌های مخفیشان هماهنگ هستند با هم، اما در ظاهر مسئله با هم جدا کار میکنند. از نگاه سیاست استخباراتی و نظامیشان، اونا سیاستشان در برابر اداره سرپرست در کابل ثابت است. او متغیر نیست. از چند دهه از 3 دهه بیشتر به این طرف او سیاست ثابت است، هم یک استراتژی معین است و عمل میکنند. چی است؟ بماند در سیاست خارجیشان. در سیاست خارجیشان اینها ثابت نیستند، متغیر هستند نسبت با حال و هوای چند جریان در دنیا اینا عمل میکنند. یک کشورهای منطقه از اینا در فرقهایی که با ایران هستند و چین هستند و ارتباطاتی که دارند، یکی آب و هوای دهن از اینا را میبینند. در مسئله ثانی آب و هوای دهن کشور کننده های خلیج برای خودشان ببینند که سعودی است و در اون جمله ترکیه هم میآید و امارات است، قطر است، کشورها که با پاکستان همیشه کمک بالا میکنند و سوم هم ساپورترهای بین‌المللی یا قدرت‌های جهانی را مثل امریکا و اینا را در رابطه با سیاست پاکستان. به خاطر این سیاست از اینا ثابت نمیباشد در سخنگویی روابط خارجیشان و همچنان در مواقفشان. ولی مواقف استخباراتی و نظامیشان در رابطه با نظام افغانستان از ده‌ها سال پیش ثابت است و هم یک گاه استراتژیک و عقب جبهه یا عمق استراتژیک پاکستان که افغانستان درست. ولی آقای قیاسی میدانیم در همین اواخر حداقل مقام‌های پاکستانی هم صدا با دیگر کشورها خواست‌هایی که مطرح بوده به عنوان پیشرفت برای تعامل امور زمزمه میکرد. میدانیم که این کشور بارها ادعاهایی را مطرح کرده که در خاک افغانستان گروه‌های حضور داره، از اینجا جهان ممکن تهدید شود. اما حالا هم وزیر خارجه و هم نخست وزیری این کشور میگه که باید تعامل معنادار و صبورانه در برابر حکومت سرپرست در افغانستان از سوی جهان عملی شود. حالا به چی معناست؟ چطور فکر میکنین یک چنین دیدگاه را حالا تبارز میده از خود؟ و شرایط و زمان فعلی برای شاید ایجاب میره بکنه که تکتیکایی را بکنه و همین یک معما را مصرف کنه. یعنی سیاست تعامل صبورانه چی معنا؟ به رسمیت بشناسن صبورانه چی معنا؟ تعاملشون از اینکه هست بیشتر بکنن. صبورانه به این معنا که منتظر باشن احکام و اوامری را که طالبان به منصه اجرا در افغانستان گذاشتن و از نگاه خودشان اسلامی است و از نگاه دیگر جهان اسلامی انسانی نیست. آیا این صبورانه به این معنا که یعنی اینا را نادیده بگیرن، از این با چشم پوت و تسامح بگذارن، یا هر چیز تعبیر شده میتونن، ولی غالبا تعبیرشون همین که صبورانه به این معنا که کارا را که اینا بکنن در مقابل از این عصبانیت احساسات نشان ندهید که امارات و اداره سرپرست هم هر روز که دنیا یک بیانیه، یک تحریم، یک قطعنامه برای از این را صادر میکنه، اینا یک شروع از سخت کردن میروند که نمیفهمم که سرنوشته سیاست در کجاست. من نمیفهمم که یک نوع تقلید از سیاست ایران است. خب هر صورت یک تقابل وجود داره. این حرفای میدیایی و مصرفی داخلی و روابط ظاهری داره. بسیار در استراتژی ثابت بازم میگم که پاکستان در برابر افغانستان جنگ استراتژیک است، پورا به دست آورده، فعلا در دستش است.
از او گذشتنی نیست. بسیار تشکر، ممنون شما آقای قیاسی. در هر نشست دو جانبه، نشست هایی که در سطح منطقه برگزار میشه، در سطح جامعه بین الملل برگزار میشه، در همین مدت نزدیک به 2 سال از ابتدا تا اینجای کار 3 4 5 خواست است به گونه پیوست مطرح میشه، خسته هم نمیشه. از امارت اسلامی خواستها را مطرح کرده. در نشست شانگهای هم حتما دنبال کردین، بحث حکومت فراگیر است، حقوق بشر است، مبارزه با هراس افغانی است، حالا همین مسائل مطرح میشه. فکر میکنین جهان با امارت اسلامی واقعا داشتی ناپذیر است اگر این خواستهایی که مطرح است عملی نشود؟ من به این سوال جواب میتونم فقط یک چند ثانیه درباره همین یک مسئله میذارم جو بایدن که با احترامی که با هاشمی دارم، برعکسی که اینا میگن، جو بایدن همون مثال شعری بدل است که میگه بدل نوید قاصدی بدلجه ماتم است، مکتوب نوبهار نبندی به بالزان. گفتار جو بایدن برعکسی که به نفع امارت اسلامی تمام نشده، یک اظهار به این معنی که گویا در شبکه‌های اجتماعی را شما ببینید، گویا طالبان را یا اداره سرپرست به عنوان فاگنر یا بلک واتر امریکا معرفی کرده. و این معنی که ما در این معاهده یک چیزی دیگه مخفی داشتیم که اینا با ما تعهد کرده بودن که ما القاعده و دیگه گروه‌های اسلامی را که در افغانستان را سرگرم دور میکنیم، او هم در یک کمپاین انتخاباتی این دفعه گفت. ولی برعکسش عملشون این بود که صبحش فرداش وزارت خارجه امریکا کمک‌های امریکا را متوقف به افغانستان اعلام کرد و ملل متحد که بدون شک بیشترین کمک‌ها را در ملل متحد برای افغانستان امریکا و اتحادیه اروپا میکنه و اون کمک‌ها را متوقف کردن. گفتن تا سال 2025 ما کمک‌ها را چی میکنیم، سازماندهی شدن میکنیم. به این معنی که دیگه با اون شکل سابقش ادامه نمیتن، به طریق دیگه ادامه میتن. این دو پیام میرسونه که از اینکه تا 2025 حداقل دیگه اداره طالبان را اینو به رسمیت نمیشناسه. اما میایم در مسئله از اینکه دنیا هر روز یک گپ زنه میره و پیشتر ما وطنکی اشاره کردن یک چوری طالبان زیاد کردن میره و اونا یک بار در خواستن امروز هم باز اگر چندی که در ظاهر چیز انسان عادی معلوم میشه، ولی در دنیا یک چیز است که آرایشگاه‌های زنانه را به طور مطلق مثلا طالبان در افغانستان بند کرد. طالبان استدلالشون هم نیست که مثلا این مسائل اسلامی است، رئیسان اجازه میدن مطابق تکنیک متأخرین احناف یا همون جو سختگیرانه یک توجه دیدگاهی که هست کار میکنن با یک قسم روان باشه و تا حال این نتیجه نداده، یک قدم از اون طرف به عقبگرد بوده. یعنی کمک‌ها هم داره کاهش پیدا میکنه و از ماه اکتبر و بعد یونیسف و بعضی مؤسسات سابقه در افغانستان اعلام کرده که ما دیگه پولی برای کمک به افغانستان نداریم. هم از دیگه اقتصادی مادی هم از دیگه سیاسی روابط بین دول اروپی این گپ روکش کرد. یعنی حداقل تا 2025 طالبان را کس به رسمیت نمیشناسه. حتی ما به این نظر رسیدیم، ما در این گپ مخالف طالبان نیستم، حتی همین طالبان بعضی پیشنهادات از اینا را قبول هم بکنن، اینا طالبان را به رسمیت نمیشناسه. چرا؟ بخاطر اینکه اینا با طالبان باید یک پروژه میبینن و منتظر هستن که پروژه ختم شود و تاریخ ختمی پروژه پیش ما قید است. و ما میفهمیم دو چیز فعلا، دو موضوع. یکی انتخابات امریکا تا آخر سال 2025 تا 24 تا نوامبر 2024 که انتخابات امریکا تکمیل میشود که جمهوری خواه میبرن یا دموکرات این مسئله میمونه. و دلیل مونده دیگه هم جنگ اوکراین است. تا که مسئله سرنوشت جنگ اوکراین معلوم نشود دیگه با مسائل طالبان کس نمی‌کنه. همین یک روابط کجدار و مریض، یعنی تعلیم‌ها را از بالا از اینا وصول نمی‌کنن. حتی پیشنهاد شده در کنگره امریکا که تعلیم‌ها را اینا زیادتر بکنن و گسترده‌تر بکنن و بعضی کشورهای دیگر هم تهدید به این کردن که اگر شما روابطتون اگر چند که اون زیاد موثر نیست روابطتون با طالبان اگر چی نکنین شما را با دمی خط تحریم شامل میشین. آقای قیاسی میگن این سیاست محتاطانه را دنبال خواهد کرد تا زمانی که شما میگن تا پایان 2025. محتاطانه کجدار و مریض فرق میکنه، یعنی تا 2025 حداقل پیران تصدیق. بله و ضرر مردم افغانستان خواهد کرد اگر یک چنین چیزی باشه. بله متاسفانه پیش بینی و تحلیل‌های اقتصادی تمام دنیا همیست که این فدا و قربانی تقابل مابین امارت و مابین جهان مردم افغانستان خواهد. بسیار تشکر. و واقعیت مردم افغانستان خیلی اسفبار است. 90% مردم با آن است. و نگوییم که در زمان جمهوریت فعال فقط بود. در زمان جمهوریت اگر اجازه نمی‌دید اشاره کنم دفاع جمهوریت نیست و نظام فاسد کافی ناروا بود. ولی در اون نظام یک اقتصادی فاسد وجود داشت. اقتصاد انواع داره، اقتصاد جنگی ما داریم، اقتصاد فاسد مثلا مافیایی وجود داره مثلا در بسیار کشورها. یکی از که هیچ اقتصاد نباشه. در افغانستان در زمان جمهوریت اینا پول زیادی هنگفتی بود، اقتصاد فاسد بود، اقتصاد مافیایی بود
ولی در امارات فوایدشان کمی خوب است ولی پوره نمیکنه و مردم عامه که بیکار شدن 5 میلیون نفر در آمدن امارات معاش خود زندگی خود و کار رسمی خود از دست داده. این مردم 5 میلیون شما ضرب 2 3 بکنید به حساب کامل وضعیت افغانستان بسیار تشکر. و قربانی سیاست هر دو جانب مردم افغانستان میشه و افغانستان بسیار حالتی بدبختی پیش. بسیار تشکر، ممنونتون آقای قیاسی. مارکس پوتزل گفته که اگر زنان به آموزش و کار دوباره بر بگرده، به اجتماع بر بگرده، افغانستان دوباره با جامعه بین المللی ملحق خواهد شد. اما میدانیم امریکایی ها هم چندین بار مطرح کرده، گفته که به رسمیت شناسی طالبان مساوی است به رفتار اینها در برابر زنان. اگر باور چیزی باشه که شما پیشتر اشاره کردین، آقای هاشمی هم اینجا ظاهرا تایید کرد که اگر این خواستها هم عملی شود ولی باز هم به رسمیت شناخته نخواهد شد. اما میدانیم که مردم افغانستان ضرر نخواهد کرد بلکه فایده خواهد کرد اگر بر بگرده زنان بر اساس هم چارچوبی که تهیه میشه به آموزش و کار. و از طرف دیگه هم به هر حال امو بهانه‌ای که وجود داره برداشته نخواهد شد و او بهانه بالای کسانی که به رسمیت نمیشناسه نخواهد افتید. خب 3 سوال بود، من از همین آخرش جواب میدم. اول میسته که امارت اسلامی آقای هاشمی گپای مرا مشنان آقای هاشمی را ما بحثاش تعقیب میکنم تقابل خیزت مقابل نیست. چرا که از نگاه فکری ما قدر چی نداشته باشیم و اخوانی هستم. این گپ است که امارت اسلامی چند کاری عمده و اساسی یعنی جر عمومی در افغانستان که او هم اول مسئولیت اسلامیش است، یعنی وظیفه خانگی امارت اسلامی که اسلامی است رو انجام داده و رو انجام بده. یکی وظیفه اجتماعیش است، یکی وظیفه دولتداریش است. من اینو خلاصه میگم که وقت شما نگیرم. بله. وظیفه اسلامیش هم است که امارت اسلامی در نوع شکلیات خود در تاریخ اسلام سابقه نداره. در تاریخ اسلام هیچ امیر وجود نداشته که مردم رو نگیره. حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله و بعضی از قول حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه امامکم فی الصف امامکم فی الصف. میگه کسی که در پیش رو برای شما نماز میده یعنی امیر شما در اسلام میشه که بعد نماز برای شما بده بعد در صف جنگ با شما باشه. معناش است که امیر در مقابل مردم باشه. اگر امارات‌ها دعوا میکنن که نظام ما اسلامی است و ما را بر اساس فقه اسلامی هر فقهی را که میگن ما گفتن که فقه معاصر و روش از اینا مخالف است، اینا با فقه کلاسیک احناف و متأخرین احناف عمل میکنن. جای امیر استاد شما از مردم باید بگیره، چهرهش برای مردم نشان بده، امیر نترسه، امیر از امنیت خود نمیترسه، از جان خود نمیترسه. جای از مردم باید بگیره، باید مستقیم، باید بی واسطه نه یک صندوق بانه ولی که یک نفر دیگه در پالوش اجازه میده باشه نباشه. مهم نیست نه یک ایفا مردم باید بگیره، یک مشروعیت اسلامی ایجاد کنه. یک دو نظام اسلام در اهل سنت و جماعت و در مذهب ما و شما نظام شورا اسلام رو شورا بینم و یک پارلمان اسلامی جور بکنه. این پارلمان نیمه انتخاب باشه نیمه انتصابی. انتخاب به این معنی که بخش‌های مثلا تخصصیش انتخابی باشه، بخش‌های مثلا اسلامی و معنوی مشورتیش مثلا بشه انتصابی باشه. یک شورا یک گروه دیگه اسلامی را جور کنیم. مردم افغانستان بالاخره مسلمان است. این مردم نیست که نه ایمان آورده باشن رسالتی که برداشته باشن. نظام شورایی جور کنه، باز شورا قانونی خدا بسازه با اساس قانون اسلامی یا اصلا قانون گذشته افغانستان در طول تاریخ بعضی اشام اسلامی بودن میگیرن کپی میگیرن قانون نابسازن. این تو خود نمیشه که ما از که ما اسلام هستیم، اسلام قانونی ما در فقه عربی در کتاب خطور در کتاب داره که داخلش هم در موضوع 20 تا قول است. حاشیه از 4 تا قول دیگه سوال با کدام شما عمل میکنید؟ یا قانون اسلامی شما بسازید، مشروعیت داخلی خود باید بگیرید و هر طریقی که خودتون مثلا میگم یا از اینکه کپی میکنید از تاریخ از ایران از سودان از کشور اسلامی دیگه را خود بگیرید کارا بکنید. دو سوم مسئولیت اجتماعی. مسئولیت اجتماعی است که اسلامی است که شما باید بنا و طرحی را شروع بکنید که مردم امیدوار شوند. شما باید مطلقاً اینترنت که مثلا به اساس شیوه غربی شما باید آزادی زنان را تامین بکنید، آزادی کاری زنان را، آزادی تحصیلی زنان را مطابق شرایط اسلامی. در افغانستان حداقل 2 میلیون زن وجود داره که محرم شرعی نداره. نامش از کجا بیاره؟ یا سوالای دو ساعتی که طالبان بسا کوشش میکنن که با سوالای سرسری که اهمیت ما آوردیم که خلاص شد. این خلاف نص قرآن کریم است. خداوند جل جلاله میگه که فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. میگه خدا را به خاطر عبادت کنید که شما را اول از گرسنگی سیر کرده، بعد از بی امنیت داده. در این نص قرآن گرسنگی را سیر کردن قبل از امنیت. در سال مجاعت، در سال گرسنگی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حدودا معطل ساخت، دست قطع نکرد.
معناش است که حتی که نان نباشه ایمان زیر سوال میره. کار حضرت عمر از این نزد آیه قرآن کریم است. در هیچ مجادله جا نداره. شما یک سیستمی را شروع کنین واقعا که در مورد فساد هست ولی فساد کمتر از صورت جمهوریت یا با اون شکل بسیار مزخرف نیست. شما یک کار را شروع بکنید که مردم امیدوار شوند که مردم کار پیدا میکنن، نان پیدا میکنه، به وجه صغیر تا چه وقتی مردم انتظار بکشن. دیگه اون زمان سابق نیست که شما 20 سال دیگه ما شما مبارزه بکنید. این آقا شما خوب مثال آورد در مسائل سیاسی روابط بین‌المللی مثالش صحیح است. بفهمید مردم غزه و فلسطین انگار از 10 برابر مردم افغانستان نان در شکمشان سیر است. اون مشکلی که در مصر است این مردم در پاکستان که هست به خاطر که نظامش فاسد است، نظام اقتصادی فاسد است، نظام قضایی فاسد است. اون مشکل جامعه جهانی نیست. سالانه 1,800,000,000 دلار آمریکا کمک نظامی به پاکستان میکنه. بالکل پولی رفت. 350,000,000 دلار کمک انکشافی میکنه. پاکستان خانه سوخت، سیل سوخت و فساد داخلی، فساد سیاسی خودش سوخته. این مثالاش من قبول ندارم. بله. امارات این کارهای داخلی خود کارهای اسلامی برای شکل نظام شورایی و همچنان سیستم اقتصادی و اجتماعی مردم که تعلیم و تربیت و گپای ساده نیست. و اگر این مسائل در بعد داخلی حل شود به این معنی است که به رسمیت شناخته میشه. نه، ولی میمونه مسئله به رسمیت. بله. مسئله به رسمیت دو استپ. یک استپ کوتاه مدت است. کوتاه مدت است که بهانه از غربی‌ها نمیمونه، بهانه از سیاسی اروپا نمیمونه. این شاید بعضی کشورها اینا رو به رسمیت بشناسن، در اون صورت بهانه نمیمونه. حداقل چین، روسیه، پاکستان، همین کشورها که طرفدار از قطر اینا به رسمیت میشناسن که بهانه ما نباشه در یک حد. یکی سیاست دراز مدت است. در سیاست دراز مدت مثلا در ایران هیچ نوع حقوق زنها زیر پا نیست. 60-65% جامعه علمی ایران زنها تشکیل میدن، دانشگاه ایران زنها تشکیل میدن، ولی 44 سال ایران تحریک است. اون مثال در یک سیاست دراز مدت و سیاست طویل مدت با کشورهایی که اگر تبعیت نکنند، نظامهایی که از امریکا، از غرب، از مؤسسات صهیونیستی اینا همگام نباشند، باز اونا را غرب منابعشون هم میبینن. مثلا در خلیج ببخشید که من زیاد میشم، مثلا در کشور خلیج سعودی امیا ببینید 70 سال اینا را غرب تا خوب روابط داشتن، با وجود اینکه دشمن اسرائیل بودن، الان دشمن اسرائیل بودن کمک میکردن، ولی به خاطر چی کار میکرد که منافع اقتصادیشون بود. اینا در افغانستان یک منافع داره غرب که منافع ژئوپلیتیک است و یک منافع کوتاه مدتی که همین گروه‌های توریستی در افغانستان اینا به خاطر از این یک کجدار مریض رابطه را ایجاد نکنه. اما بله در سیاست کلان در آینده نظامی تر میبینم، نظام تر اسلامی بود، دانک اسلام بود، تبلیغ بر اسلام کرد، یک نماد مثلا اسلامی دور شد. حالا که امارات با اون گفت 40 سال فاصله داره. امروز نظام ایران 45 ساله نظام است، نظام امارات اکتیو روید در اون صورت باز هم مشکل خاصی داره. این میمونه در سیاست خارجی. ولی تا جایی که من میبینم دیگه یک مشکل دیگه امارات هم است که امارات متاسفانه همون کاری را میکنه که جوال مجاهدین میکنه. اگر اجازه بدید که من اینو به تفصیل مسئله باز در تو اگه اشاره کنین که فرصت بمانه به میمونای دیگه هم. ما بعد مسئله بعد باز چی نمیکنم که گپ سلسله قطع. بله. مجاهدین که اول آمده بودن همین پیشتاوان تحریک که آورد میخواست که سلی رو بکنه که خب با خود منظمه تصدیق که روی ما اول مصالح فقط قبول نکرد. ما اینجا با ساده میدونیم. ما غرب روابط بین الملل دستی کم میگرفتیم. به نشون رخصت کردن نجیب قرار کرد در بازار ذکر بندی شد اون سرنامه ما بود است. امارات تو فکر میکنه که ما با همین خشکی یا با همین نظری که مثلا مطلق گرایی سیاسی که چیزی که ما میگیم حق باید تطبیق شود. حق برای تطبیقش حکمت داره. از ضرورات و توبیح و معذورات یک قاعده اصولی است. در اصول فقهی باز که باشینی سه میفهمم. ولی در ضرورت آدم یکم گوشت خنزیر یکم حلال میشود. گوشت خنزیر حلال میشه او را بان مکروه یک چیزی که مثلا اختلافی حلال بشه، ولی تعلیم میزنه مثلا اختلافی فقه متأخری اینا در حاشیه علمی نوشته کردن مثلا کتاب یاد نگیره، یک حاشیه یک گپ ولی اصل اصول یک مسئله متفق علیه است که تعلیم زن ضروری است. پس به این خاطر امارات فعلا قسمی فکر میکرد که جوال مجاهدین فکر میکرد، به این قسم دوام مشکل است. امارات در نشه پیروزی غرق است، فکر میکرد نظام دوام بیاره. این را باور داشته وکی چنان مفتضحانه، چنان دغدغه‌انه، چنان متاسفانه این نظام سقوط کنه به یک قسمی که بسیار تشکر. با این قول امارات روابط بین الدول یک قدرت‌ها را این تاثیر کنه این سایر را دست کم نگیره. تشکر میکنم. ممنون.